سلام دوستان عزیزم، تولد همه دیمایی ها مبارک باشه. امروز روز اول ده و تولد هرچی دیمایی تولدشون مبارک باشه انشالله و انشاءالله شمع 120 سالگیشون رو فوت کنن. و امروز اول ماه رجب، چه ماهی، چه ماه قشنگی، چه ماه پرفضیلتی، ماهی که میتونی هر دعایی کنی برآورده بشه، حاجت روا بشین، حاجت دلتون رو بگیرین. اگر رزق و روزیتون کمه، اگه گرفتارین، مشکل دارین، خونه ندارین، خیلی تو زندگی گرفتاری، حتما سوره واقعه رو امروز بعد از نماز مغرب بخون که انشاءالله حاجت روا بشی. میخوایم با هم یک ختم دست جمعی و گروهی ورداریم، میخوایم با هم یک ختم برداریم انشاءالله که هر کس هر حاجت محالی داشته باشه با این ختم حاجت روا میشه. روزی 1400 مرتبه صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به آقا امام جواد تا 10 ماه رجب که میشه 14,000 مرتبه صلوات میفرستی و هدیه تو از آقا امام جواد میگیری، حاجت روا میشی، حاجت دلتو میگیری. یه ختمم هست 10 روزه که مثل ختم صلوات، ولی به جای صلوات میتونیم بگیم یا جواد الائمه ادرکنی، روزی 1400 مرتبه تا 10 روز که میشه 14,000 تا، یا جواد الائمه ادرکنی. انشاءالله که آقا امام جواد حاجت دلت بده، حاجت روا بشی. هر مشکلی، هر گرفتاری داری، حتما این ختم 10 روزه رو با من از امروز شروع کن. هم میتونی صلوات بفرستی، هم میتونی بگی یا جواد الائمه ادرکنی. انشاءالله که حاجت روا بشی، حاجت دلتو بگیری. اولین 5 شنبه این هفته که میشه شب لیلة الرغایب یا شب آرزوها. هر آرزوی محالی داری، هر حاجت محالی داری، 5 شنبه وقتشه. وضو بگیر، نمازتو بخون، بعد بشین 70 مرتبه استغفار کن. استغفر الله ربی اتوب الی. 7 مرتبه سوره توحید رو بخون. بعد نماز لیلة الرغایب با بعد از عشا بخون. خیلی آسونه و راحته. تو مفاتیح الجنان هست یا تو گوگل سرچ کن نماز شب لیلة الرغایب. حتما بخونین دوستان. اگر مشکل دارین، اگر گرفتارین، شب آرزوها که 5 شنبه است، شب لیلة الرغایب، حتما این آداب انجام بده. انشاءالله که حاجت روا میشی. دوستان، اعمالی که تو ماه رجب میتونیم انجام بدیم، میتونین ذکر صلوات بفرستین زیاد، هر چقدر که میتونین ذکر صلوات بفرستین. صلوات بفرست در ماه رجب و هدیه کن به آقا رسول الله. اعمال مشترک ماه رجب که میتونی هر روز بگی: استغفر الله لا اله الا لا شریک له و اتوب الیه. هر روز 100 مرتبه بگو، انشاءالله که حاجت روا میشی. خیلی مجربه و خیلی هم قویه. نیت کن به نیت گرفتاریت، به نیت حل مشکلاتت. هر روز 100 مرتبه بگو. آسونه. حتما بگین دوستان. اگر گرفتارین، اگر مشکل دارین، اگر راه چاره دیگه نداری، از امروز که اول رجبه شروع کن. هر روز که از خواب بیدار میشی تو ماه رجب ذکر استغفار کن. 70 مرتبه بگو استغفر الله اتوب الی. حتما نماز استغفار تو ماه رجب حتی شده روزی 1 مرتبه بخونین. اونایی که زرنگن، اونایی که عاقبت به خیر میخوان بشن، هر روز این نماز رو 1 مرتبه بخونن، نماز استغفار که من چند بار براتون توضیح دادم. 2 رکعت نماز استغفار میخونم به نیت عاقبت به خیری. 2 رکعت نماز استغفار میخونم به نیت شفای مریض. 2 رکعت نماز استغفار میخونم به نیت ازدواج.
2 رکعت نماز استغفار میخونم به نیت بچه دار شدن. هر نیتی داری، هر مشکلی داری، اینجوری 2 رکعت نماز بعد از نماز مغرب و عشا بخون. 2 رکعت نماز استغفار میخوانم برای عاقبت بخیری قربتن الله. رکعت اول حمد و سوره فلق رو میخونی، 15 مرتبه میگی استغفرالله. بعد میری رکوع، سبحان ربی عظیم و بحمده، دوباره 10 مرتبه میگی استغفرالله. بعد دوباره بلند میشی 10 مرتبه استغفرالله. میری سجده، سبحان ربی اعلی و بحمده، میشینی 10 مرتبه میگی استغفرالله. دوباره سجده، سبحان ربی اعلی و بحمده، دوباره 10 مرتبه استغفرالله. رکعت دومم همینجوری. رکعت دومم 1 مرتبه سوره حمد، 1 مرتبه سوره توحید. بعد 15 مرتبه میگی استغفرالله. بعد رکوع، بعد 15 مرتبه میگی استغفرالله. بعد قنوتی که گفتی میری رکوع، دوباره 10 مرتبه استغفرالله. بعد دوباره میری سجده. وقتی هم که نماز تموم شد، سلام نماز دادی، 100 مرتبه هم با تسبیح استغفرالله رو میگی. بگو و حاجتتو بگیر، حاجت رواشو. تو این ماه رجب هر روز روزی 2 رکعت نماز استغفار رو حتما بخون. اگر نماز قضا داری، صبح که بلند میشی برای نماز 2 رکعت نماز میخونی، 2 رکعت هم اضافه بخون برای نماز قضا. نماز ظهر عصر هم همینجوری اضافه بخون. 4 رکعت نماز ظهر که خوندی، 4 رکعت هم نماز قضا بخون. 4 رکعت نماز قضای ظهر میخوانم قربتن الله. نماز عصرم اینجوری، مغرب و عشا همینجوری. تو این 1 ماه دوستان حتما هر چه نماز قضا داری بخون که خدا 100 برابرش بهت میده، بخشیده میشی انشاءالله. که هر چی نماز قضا داری تو این ماه رجب همه رو میخونی و تموم میشه. نمک خیلی خوبه، اگه نظر نمک بدین، نظر نون بدین، دقیقه بذارین کنار، انشاءالله که یک روز خوب عالی رو پشت سر گذاشته باشین. التماس دعا.